دوستان عزیز، سوال با همه شما: حج رویم خوب است یا خیر کنیم خوب است؟ این سوال جوابش را در اپیسانیا و در کامنتار میگذارم. این نوار را تا آخر تماشا کنید دوستان من. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به کل مردم مسلمان. سلام به همه آن برادرانی که مرا میشنوند و مرا میبینند. من از همه شما خواهش و طلب میکنم، برادرانی که خیرخواهند، برادرانی که قدرت و قوت و توانایی دارند، ما یک پرابلم مشکل داریم که مسافد پدر ما ای کریشه غلطیدگی ای سین سالش 57 ساله ای میان پایان شکستگی ای هر دو پاش کاسخانه سرش قمرغاهاش همه شکستگی هم در گردسگاه بالنیسه سیدمایه، یعنی که هفتم بالنیسه گردسگاهی میگن یودینه در مسکو. یک ماه شد در ریانیماسیا خوابه، 3 اپراسیا گذشت، نصیب باشد 4م اپراسیاش دوام میتن. به نهایت سومی کلام گفتستیان، بعضی از استخواناش نیافتستیان که جا با جا کنن. درون ژیر در آمدگی ای. خب هر چیزی که داشتم، هر قدر قوتی داشتم صرف کردم، چون که پدر می اگرچه 24 سال شد به وطنش برنگشته، برادر 24 سال می شود در شهر غریب است. من نمیتونم که پدرم رو در اینجا پرخته برم. هر کاری کرد نکرد، به هر حال برای من پدر است. اگر هر کسی که میتونه 1 روبل است، 10 روبل است، 100 روبل است، 500 روبل است، هر قدر که قدرت دارین، توانایی دارین، خیر میکنین. به نهایت سومی کلام افتگیان زیاده از 1 میلیون می شود. ما هر چند ذخیره داشتم رفتم صرف کردم، دیگر پولم نموند. با برگشتم به همین شهر سنت پترزبورگ. خزان که فیرات کرد، کار بود، به سری آمدم کار کنم، یکم سوم دیگر بگیرم با برم با اونجا با مسکو. برادرها، اگر هر کسی که هر قدری که میتونه خیر کنه. این روز در سر هر یک انسان است، هر یک آدمی زاده هست خداوند هیچ کس نشان ندهد. این روز ما را گفتن که شانس دارین، لیچینش کنین، انشالله میبره. باید 1 ماه دیگه بعد در همین ریانیماسیا خواب کنم. یعنی اسکوستوینی دیخانیک میگن می کسلارات قطعی نفس میکشه. 1 ماه شد، باید 1 ماه دیگه بخواب کنم. هر روزش هر ساعتش پول میسته. هر کسی که هر قدری که میتونه برادرها خیر کنین، چون که من یک خدم طاقه و یک دادر دیگه دارم در سنت پترزبورگ که با هم کار میکنه. زوریمون نمیرسد که این پدر و اینقدر پول براییم، اینقدر پول نداریم. برادر خداوند نگهبان همه ما و شما، خداوند حافظ، خدا همه ما و شما را در حفظ امانش نگاه داره. هیچ کسی از ما و شما در چنین مصیبت نغلطیم. باقی پناه همه بر خدا، خداوند نگهبان ما و شما.